بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم. عرض ادب و سلام خدمت شما آقای انصاری. علیکم السلام. خودتون رو معرفی کنید. اسدالله لغمانی هستم از کشور فنلاند. مزاحم شما میشم. آقای لغمانی از فنلاند، بفرمایید برادر عزیز. من البته تلویزیون رو نگاه نکردم، نمیدونم که موضوع برنامه شما چی هست. امشب شما چه کلیپ هایی را در نظر داشتیم؟ اما در مورد خب شما بفرمایید. من در خدمت شما هستم، بفرمایید. چون ما کلیپ هایی در مورد این که توهین به پیامبر صلی الله علیه و سلم و برتر دانستن سیدنا علی بر ایشان رو پخش کردیم و این که در مقابل هر مقدسی که در اسلام وجود داره اینها مقدسی ساختند و فضائل و پروبال دادن تا از قدر اون مقدسی که در اسلام وجود داره بکاهند. بفرمایید. والا میگه آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. در کفر و نفاق و خباثت افراد و اشخاصی که درباره پیغمبر اسلام و کسانی که کینه دیرینه با پیغمبر اسلام و اصحاب کرام ایشان دارن و داشتن شک نیست. ما به عنوان یک مسلمان بدون در نظر داشت سنی و شیعه یا تعصبات قومی و کشوری و سمتی و ملیتی و غیره بسیار تاسف میخورم به حال کسانی که خود را مسلمان هم میگن، پیرو محمد صلی الله علیه و سلم هم میگن، دوست و حب اهل بیت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم میگن، در عین حال دشنام و فحش و ناسزا نیز به خانواده پیغمبر میگویند که بسیار جای تاسف هست. متاسفانه. ولی من برنامه شما را از دیرگاه میبینم، دنبال میکنم. اتفاقا خداوند عزتتون بده جناب محترم. من بدون شک با شما هم نظر هستم. در براءت عظمت و شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن گواه است و در براءت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن گواه است. ازواج مطهرات ایشان همچنان در قرآن طهارت دارند و شخصیت و جایگاه دارند به نزد مؤمنان بدون شک. و متاسفم به افکار و اندیشه و عقیده افراد و اشخاصی که خود را دارای فهم و درک هم میدانند و میپندارند، ولی متاسفانه باز هم به جهل و نفهمیشان پافشاری میکنند، گویا شیخ کلینی و امثال ایشان و امروز یکی از خبایث بلا نسبت که من به عرض میرسانم، مثلا قزوینی و امثال قزوینی را ارج قائل میشن. من نمیفهمی تعصب از کجا میآید. دو چیز را آشکار و نمایان میسازه. یکی جهالت افراد و اشخاصی را که دنبال روی چنین تفکر و مفکوره هستند، یکی تعصب و کینه ای که با دین مقدس اسلام بر اساس اندیشه قومگرایانه و یا هوا و هوس نفسانی که دارند در برابر دین مقدس اسلام، این راه و روشی را دنبال میکنند. جناب انصاری و شما بزرگوار هستید، خداوند عزتتان بده، خداوند شما را استوارانه در راه حق و عدالت و ترویج اندیشه راسخ اسلامی در سرزمین های اسلامی به ویژه افغانستان و ایران و تاجیکستانی که اکثریت فارسی زبان ها را تشکیل میتن و این راه و روش ادامه بدین تا اینکه ملت های متاسفانه بی سواد و عقب افتاده، عقب مانده از نور قرآن عظیمشان و نور هدایت دور مانده‌اند،
در راه هدایت به عنوان یک وسیله شما قرار بگیریم انشاءالله. انشاءالله. و من متاسفانه یک ایراد بسیار کوچک دارم، گرچه جایش نیست که به عرض برسانم. بفرمایید. البته من باید واضح و آشکار کنم که به بیننده‌های نهایت ارجمند برنامه در کل شبکه وصال حق، به ویژه برنامه آن روی سکه یا بله نشه، آن روی سکه، بله. اینا باید آشکار بسازم که سوی تفاهم نشه. راحت در کل برنامه مثبت هست، ولی در رابطه با دولت عربستان سعودی باید یک کم اینی چگونه عرض کنم، اگر من بدون شبکه به عرض برسانم باید دولت عربستان سعودی محکوم شود، نه به خاطر شیعه و جنگ های مناطقی که وجود داره. اون چیزی که قرآن گواه هست در رابطه با داعش و امثال داعش، کاملا دولت های عربی گمراهانه عمل میکنن و اینها فساق و فجار هستند بر اساس هزاران دلایلی که ما از لحاظ قرآنی داریم. بر علاوه این که دولت ایران در درون اسلام یک دولت فتنه انگیز میدونیم. من متوجه نشدم لقمانی برادر بزرگوار، یعنی شما میفرمایید که اینها با داعش کمک میکنن یا بر علیه داعش هستن؟ نه، من اتفاقا بر علیه داعش هستن. ببین ما داعشی نداریم جناب انصاری بزرگوار. درست. آنچه عیان است چه حاجت به بیان است، ولو که به هر نام، به هر اندیشه و عقیده مثلا این دولت ابوبکر بغدادی را مثلا محکوم میکنن، ولی چطور میشه که یک انسان مثلا در قرآن عظیم و شان آزادانه راجع به براءت دولت اسلامی در قرآن فرموده، مثلا میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. این آیه براءت از این است که در کل امروز جوامع اسلامی مستعمره دولت‌های کفری و غاصب هست که امروز بلاهای گوناگون را بالای امت اسلامی آوردن، به ویژه در کشورهای عربی. و بسیار متاسف هستم ملت‌های مسلمان امروز که بدبختی میکشن به خاطر آقای لقمانی برادر بزرگوار، ببینید ما یک کمی یعنی بیت عاقلانه برخورد بکنیم با قضایایی که رخ داده. دولت بغدادی یا همون دولت اسلامی که بهش میگن یا داعش در کجا با آمریکا درگیر است؟ میتونید بگید به من؟ بله، بسیار راحت میتونم عرضتون در کجا؟ اول دولت بغداد را آمریکا سپورت میکنه، این یک. دولت کردستان را آمریکا سپورت میکنه، دو. دولت سوریه را تمام یهود و نصارا سپورت میکنن، سه. دولت ترکیه را مثلا همینطوری. دولت اردن را آمریکا سپورت میکنه. دولت عربستان سعودی، اینها در کل ما آشکار میسازم جناب انصاری، من برادر شما هستم، شاگرد شما هستم، هم نظر با شما هستم. وقتی من میگم لغمانی بفهمین که به اصطلاح در لغمان هم اصلا ملت دیگر جز ملت موحد وجود نداره. اما وقتی اینها را آمریکا سپورت میکنه، امثالش در افغانستان هست. ما گول خوردیم که گویا مثلا سرافرازی میاره برای ملت افغانستان، اما نه. متاسفانه قطع شد تماسشون. ایشون دوباره تماس بگیرن. احمد جان بدون نوبت به من اطلاع بدید رو کدوم خط هستن که من وصلشون بکنم. سوال من خیلی واضح بود. ببینید در عراق، دولت عراق دولت دستشانده آمریکا بود. مجاهدین در عراق مجاهدین واقعی، نه داعش، صریح باشیم، دین ما دین تقیه نیست، مجاهدین واقعی هم با داعش هم با آمریکا درگیر بودن، هم با آمریکا درگیر بودن. برید در یوتیوب ببینید عملیات هایی که اینا بر علیه آمریکا کردن. داغی به دل بوش نشاندن اینا که تا تاریخ آمریکا هست فراموش نمیکنه. ویتنام دوم شده بود عراق براشون.
با رافضیات درگیر بودن، مجلس اعلای انقلاب اسلامی و لشکر بدر و لشکر مهدی و این آشغالایی که از ایران فرستاده بود حکومت ایران، با اینا درگیر بودن. در سوریه مجاهدین با بشار درگیر بودن، با کل غرب که از بشار حمایت میکنن درگیر بودن. در افغانستان من کاری به اسم و مسما ندارم، مجاهدین در بینشون خوب و بد وجود داره. ما طالب ایرانی هم داریم، جدیداً شاید شنیده باشید. در طول اشغال با آمریکا درگیر بودن. داعش اومد قبل از این که بره به سراغ رافضی‌ها، به سراغ آمریکایی‌ها، اومد به سراغ مناطق اهل سنت. شهرهای اهل سنت رو میگرفتن، شیعیان رو میکشتن، بعد از شهر عقب نشینی میکردن. شیعا می اومدن انتقام رو از اهل سنت میگرفتن. در سوریه به من نشان بدید که در کجا داعش درگیر شده با نظام سوریه. جایی هم که اگر درگیر شده باشن دیگه شاید که درگیری سر قدرت خودشون باشن، چون اینا آن دو روی یک سکه هستن، بشار و داعش در سوریه. چون تعداد مسلمانان واقعی که به دست داعش در سوریه به شهادت رسید، کسایی که در لیست سیاه پنتاگون بودن که آمریکا 15-16 سال سعی میکرد که اینا رو ترور بکنه، در افغانستان، در یمن، در کشورهای مختلف دسترسی پیدا نمیکرد، داعشی ها اینا رو در سوریه کشتن. در افغانستان اومدن وارد افغانستان شدن، به جای اینکه برن با آمریکایی‌ها درگیر بشن، با یکی از گروه‌های طالبان درگیر شدن، اینا رو اعدام کردن، چون اینا مرتدین هستن در نزد داعشی‌ها و کشتن اینا اولاتر است از کفار. فتنه‌ای که در پاکستان در وزیرستان به پا کردن با کشتن سربازان پاکستانی که گفتن اینها مرتد هستن، قبل از آمریکایی‌ها باید اینا رو بکشیم، و سبب شدن که ارتش پاکستان بیاد منطقه رو به خاک خون بکشه، هزاران بیگناه کشته بشه در اونجا. در عربستان سعودی رفتن حسینیه ها و مساجد شیعیان رو انفجار دادن که چی؟ در مناطق کردستان رفتن مردم غیر نظامی رو قتل عام کردن. کجای قرآن گفته برادر لغمانی و کسانی که از این فکر حمایت میکنن؟ کجا گفته که شما برید مردم بیگناه رو بکشید ولو اینکه کافر باشن؟ اونها میکشن، ما نمیکشیم، چون ما مثل اونا نیستیم. اگر ما مثل اونا فکر بکنیم، فرق بین مسلمان و کافر چیست؟ اینها شما میگید که مثلا دولت‌های اسلامی، دولت‌های عربی، شما از فنلاند زنگ میزنید، ولایت آیه را میخونید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. شما در جای زندگی میکنید که ولایت نصارا را قبول کردید، پاسپورتش رو گرفتید، امضا کردید که ما تابع قانون شما هستیم. به مجرد اینکه شما قانون اونها رو به عنوان قانون قبول کردید، پاسپورتش رو گرفتید، شما ولایت اونها رو قبول کردید. پس خودتون ذیل این آیه قرار میگیرید که الله سبحانه و تعالی میگه که ولایت کفار رو قبول نکنید. مشکل ما با این فکر، با داعش و با غیر داعش، مشکل فلان کشور و فلان سیاست نیست. همه بینندگان اینجا شاهد هستن که روزی که همه دنیا ضد حکومت قانونی مصر، که ما تا هنوزم میگیم حکومت قانونی مصر، و بر علیه انقلاب، ما در این شبکه برنامه داشتیم، همه دنیا به طرفداری از انقلاب کمک میکردن، کافر و مسلمان. ما به خاطر گل روی فلان و علان حرف نمیزنیم، اما این منهج است، این روش است، این دین است. ما نمیتونیم دینمون رو بر اساس هوا و هوس خودمون پایه‌گذاری بکنیم. حالا من از شیعه بدم میاد برن شیعه رو بکشن بگم کار خوب کردن؟ نه هرگز. الله سبحانه و تعالی درباره کفار، کسانی که میگه فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه، کسی که بر شما تجاوز میکنه با اونها بجنگید، و کسانی که در راه دین با مسلمان ها نمی جنگن، الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده که با عدالت و با قسط برخورد بکنیم با آنها. هر کسی که میخواد باشه، یهودی است،
نصرانی است، مجوسی است، بت پرست است، هر کسی که است. وجود مسیحی و یهودی و مجوسی و بت پرست و 1001 مذهب منحرف دیگه در کشورهای اسلامی دلیل این است که چه در زمان رسول الله، چه بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چه در زمان خلفای راشدین، این روش و منهجی که امروز اینا گرفتن وجود نداشته. کسی رو به خاطر دینش، یکی از شاهان عثمانی بعد از اینکه در اسپانیا مسلمان ها رو قتل عام کردن، فکر کنم در زمان سلیمان قانونی بود، این امر کرد که همه مسیحیانی که در سایه خلافت اسلامی زندگی میکنن همه رو قتل عام بکنید. مفتی دولت بلند شد در چی میگی تو؟ این دین هوا و هوس نیست که هرچی دلت میخواد انجام بدی. انتقام اونایی که در اسپانیا کشته شدن تو بیایی در دولت عثمانی بگیری؟ اگر اینو اجازه میداد علمای اسلام، اجازه میدادن در اون زمان، جوهای خون روان میشد در شام و سوریه و فلسطین و کشورهایی که مسیحیان زندگی میکنن. این حقیقت است برادر گرامی. و اینها در هر جایی که رفتن فتنه و فساد بر علیه مسلمان ها ایجاد کردن. هر جایی که رفتن جبهه باز کردن بر علیه مسلمان ها. چه بسیار از فرماندهان مقاومت علیه بشار الاسد رو اینا کشتن به تهمت اینکه اینا مرتد هستن. ای کاش آمریکایی‌ها رو میکشتن، ای کاش رؤوس روافض رو میکشتن. یک سال از خودتون بپرسید، داعشی که همه دنیا رو داره در هر گوشه‌ای که بخواد بمب انفجار میکنه، آدم میکشه، چرا در ایران کاری نمیکنه؟ مشکله براش؟ مشکل نیست، چون مقر فرماندهیشون در ایران است، چون دستورشون رو از ایران میگیرن، چون ایجاد این گروه به خاطر این است که اهل سنت رو ضربه بزنن. چرا در ایران کاری نمیکنن؟ آیا حسینیه هایی که در ایران هست، این همه مدعا و آخوند کافر و مشرکی که در قم جمع شده، اینها گناهکارترن؟ اینها اولا هستند به قتل، حالا بر اساس منهج روش داعش میگم، یا اونایی که در کویت و در سعودی و در یمن و در سوریه و در لبنان و جای دیگه هستند؟ یا نه هدف چیز دیگه است؟ هدف به آتش کشاندن سرزمین های اهل سنت است. 4 طرف ایران رو به آتش کشیدن غیر از ایران. تا حالا دید که انفجار در ایران کرده باشن؟ 1 نفر رو کشته باشن؟ اینایی که میتونن در هر گوشه، در فرانسه برن عملیات انجام بدن، در بریتانیا برن عملیات انجام بدن، نمیتونن در ایران یک بمبی رو منفجر بکنن زیر پای یک آخوندی؟ نمیتونن خامنه ای رو بردارن؟ نمیتونن 4 تا مرجع مفتخور رو که غیر از کفر و شرک چیز دیگه به خورد مردم میدن بر اساس روش و منهج خودشون برن از قم بردارن؟ چرا کوتاهی میکنن در اینجا؟ چون اونایی که هستن فرماندهانشون که هستن در تهران بهشون اجازه نمیدن. نه، هدف چیزی دیگه است. هدف اینه که برید شهرهای اهل سنت رو بگیرید، 4 تا شیعه رو بکشید و در قضیه مراقد عسکریه این به اصطلاح در سامرا به همه دنیا آشکار شد که ایران اونجا رو منفجر کرد برای اینکه بهانه‌ای پیدا بکنه برای مداخله در عراق از بین بردن اهل سنت. اینها فقط شهرهای اهل سنت رو میگرفتن، شیعیان رو میکشتن، بعد از شهر عقب نشینی میکردن. 8 شعبی و نمیدونم لشکر مالکی میاد و از دم همه اهل سنت رو از دم تیغ میگذرانه. این است واقعیت برادر عزیز و بزرگوار. اگر دفعه دیگه تماس گرفتید خواهش میکنم که با دلایل علمی انشالله صحبتاتون رو بکنید که هم ما استفاده بکنیم هم بینندگان عزیزمون.